یادت بدم آینه 7 سین امسالتو خودت با مکرومه بباف. من از یه آینه قدیمی استفاده کردم. یه بند 2-3 سانت بزرگتر از آینه‌تون ببرین. برای محاسبه نخهای بافتمون طول بافته که میخوایم بزنیم که من 3 سانت در نظر گرفتم و 4 برابر میکنیم به اضافه 2-3 سانت ریشه. در آخر ضرب در 2 چون دولا میخوایم نخمون رو سر بندازیم. 18 تا نخ 30 سانتی هم بریدم که تعدادش هم بستگی به طول آینه‌تون داره. برای سر انداختن نخاتون نخو دولا میکنین، از روی نخ اصلیتون رد میکنین، یه حلقه پایینش تشکیل میشه. انتهای نختون رو از این حلقه رد میکنین و میکشین. کل نخاتون رو سر بندازین روی این بنده. برای زدن گره مربعی به 2 تا نخ سرانداخته شده احتیاج دارین. نخ سمت راست رو به شکل 4 انگلیسی گرد میکنین، نخ سمت چپ رو میارین روش و از پشت از تو حلقه که تشکیل شده رد میکنین. 2 تا نخ وسط رو نگه میدارین، 2 تا کناریا رو همزمان میکشین. حالا سمت چپ هم همین کار رو انجام میدین. یه چپ یه راست میشه یه گره مربعی. دو تا نخاتون رو تا انتها گره مربعی بزنین. ردیف بعد 2 تا نخ اول رو میذارین کنار، 2 تا نخ از یه گرهتون، 2 تا نخ از گره بغلی میگیرین و یه گره مربعی میزنین. این ردیف هم تا انتها گره مربعی میزنین. ردیف بعدی رو دقیقاً مثل ردیف اول از ابتدا شروع میکنین. نخهای اضافیتون هم ببرین. به اندازه 1-2 سانت برای ریشش بمونه کافیه. نخاتون رو ریشیش کنین. برای ریشیش کردن هم یه دور بپیچونین، بعد راحت تر باز میشه. برس بکشین تا نخاتون کامل صاف شه. رو ریشه ها یکم تاف بزنین و بذارین خوش بشه. دوباره مرتب کنین و با قیچی نخهای اضافه رو ببرین. انتهای بند بالا رو هم پشت کارتون بچسبونین. بافتاتون رو با چسب حرارتی به آینه بچسبونین. برای قسمت‌های خالی بالا تو اون سوراخ‌ها میتونین نخ سر بندازین، ریش کنین و به ریشه ها اضافه کنین. برای قسمت پایینش رو من میخوام آینم رومیزی باشه، میخوام ریش نداشته باشه. 2 تا نخ به اندازه 8 برابر عرض آینم از پشت میچسبونم به صورت دولا و شروع میکنم یه ردیف گره مربعی پشت هم میزنم. آینه های گیت خیلی کارتون راحت تره. میتونین رو حلقه های فلزی نختون رو سر بندازین و دور تا دور ببافین. این بندم میچسبونیم، انتهاشم پشت آینه میچسبونیم.
اگه به مکرونه بافی علاقه مندی حتما سابسکرایب کن که کلی آموزش میخوام براتون بذارم.